خانم ها گران نه، خوشپوش باشید. مقصد من یه لباس مرتب، اتو شده، کفشای واکس خورده، کیف و کفش اگر ست نیست، کیف از کفش تیره تر نباشه. آرایش زنانی که مذاکرات حرفه‌ای دارن مختصر هستش. ناخونا یک حالت فرنچ، تمیز و مرتب. نیازی نیست که رنگ‌های خیلی براق و اصطلاح جوونا جیغ بزنن. کیف جلسات رسمی رو میگن بیزنس وومن بریف. یک کیف چرم طبیعی خیلی ضخیم و حجیم نیست که تعدادی پرونده، یه لپتاپ یا یه دونه تبلت و مختصری لوازم تعمیرات ضروری در اون قرار میگیره. کفشتون پاشنه 3 تا 5 سانت داشته باشه، الا اینکه جایی باشید که بگن پاشنه کفشتون نباید صدا بده. رنگ لباس سرمه‌ای، خاکستری تیره، مشکی و قهوه‌ای. در جلسات رسمی همین 3-4 تا رنگی که گفتم استفاده بکنن.